رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد از تورنتو کانادا با ما هستن. آقای مدنی، خیلی خوش آمدید به برنامه. ممنون که این گفتگو رو پذیرفتید. مایل نبودید با ما صحبت بکنید و میگفتید که یک توضیحی هم دارید. اول دوست دارم که این توضیح شما رو بشنوم که چرا دوست نداشتید وارد گفتگو بشید. به مذاکره نگفتید. که اومدم البته چون یکی از همکاران خانم گفتن در روز جهانی زنان به من نگین، به من پذیرفتم و تبریکم میگم خدمت همه زنان فارسی زبان و زنان کشور خودم ایران. دلیلش اینه که من شاید بیشتر 10 سال قبلم در استودیو زمانی که لندن زندگی میکردم راجع به همین موضوعات صحبت میکردم. فکر میکنم حرف جدیدی ندارم، شاید فکر میکنم حتی اومدنم تو برنامه و زدن حرفهای تکراری یک جور زخم زبون زدن باشه به مردمی که شاید کاری از دستشون بر نمیاد، خودشون هم مثل ما که از دور اشکمون در میاد و قلبمون درد میگیره برای ایران. اونها هم تماشاچیان و کاری نمیتونن بکنن و تو این شرایط شاید کاری نشه کرد، حرفی نشه زد که جدید باشه. اونایی که باید بدونن میدونن، هیچ فکر نمیکنم مسئولی باشه که دیگه نفهمه، ندیده باشه، ندونه که چی کار باید کرد. حرفا رو هم کارشناسا زدن، سالم هست که میزنن. نمیدونم چی میشه گفت و چه کار میشه کرد در این شرایط که آن کسانی که باید تصمیمات سخت رو بگیرن حاضر نیستن که تصمیمات بگیرن. حرفی که الان ما بزنیم راجع به آب، راه حلی که بخوایم راجع به آب بدیم، مربوط میشه به همون بحث قبلی شما راجع به مذاکره، راجع به نجات اقتصاد ایران، راجع به نجات یک بیماری که وضعیتش هی داره بدتر و بدتر میشه، فرصت هایی که داره کمتر میشه، دچار فروپاشی میشه و مشکلاتش از یک ارگان خلاصه بدنش به ارگان دیگر میرسه. یک روز فقط نیاز داشتیم کلیه و خلاصه کبد رو نجات بدیم، الان باید نگران مغز و قلب و همه چیز با هم باشیم. من نمیدونم که چه حرف جدیدی دارم بزنم جز اینکه یادآوری کنم که اقتصاد ایران فشار زیادی روی آب داره، اقتصادی که تحت تحریم، اقتصادی که تحت فشار، اقتصادی که تصمیم گرفته مقاومت کنه، چاره‌ای جز از جیب خوردن و فشار بیشتر بر منابع خودش آوردن نداره و تا زمانی که تصمیم این هست وضعیت بدتر میشه. همون جوری که ما موقعی که مردم غزه داشتن از بین میرفتن نمیتونستیم اونجا کسی راجبه پرنده صحبت نمیکرد، کسی راجبه مشکلات محیط زیست صحبت نمیکرد. روزی که انسان از بین میره کسی به این موضوعات توجه نمیکنه. الان هم فکر میکنم تو این شرایط اینقدر مسائل به هم وصلن که موضوع آب از بقیه جدا نیست. درسته، توضیح جالبی دادید. البته که خب شرایط بسیار تلخ و دشوار هست و شما هم یادمه در گفتگوهای متعددی که با ما داشتید از عبارت ورشکستگی آبی استفاده کردید. گفتید که اگر تصمیمات سخت گرفته بشه، اگر مسئولینی که باید این تصمیم ها رو بگیرن گوش شنوایی داشته باشن، ولی واقعا چه کاری میشه کرد صرف نظر از این که حالا اونها اهل عمل باشند یا نباشند؟ ببینید، من فکر میکنم رئیس جمهور کشور در حال حاضر خودشون در مجلس گفتن، در دوره‌های مختلف راجع به این قضیه صحبت کردن. فرد تحصیل کرده و دانشگاهی هستن، فرق دارن شاید با کسانی که تحصیل کرده حوزه بودن ایشون و یه سری افراد هم دور و برشون بودن که میگفتن این مشکل حل شدنی است و خلاصه اونایی که میگن آب نیست جاسوسن و دشمنن و فلان. الان دیگه ایشون رو هم به نتیجه رسیدن و میدونن. مسئله اینه که اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف شده، نمیتونه تأمین در واقع شغل بکنه، مشاغل جایگزین تأمین بکنه برای کشاورزانی که هر روز فقیرتر و فقیرتر میشن، نمیتونه برای کسانی که تو بخش خدمات دارن ضربه میبینن ضعیفتر میشن در واقع فرصت جایگزین فراهم کنه. برای فرصت جایگزین فراهم کردن اقتصاد باید تقویت بشه، اقتصاد باید تنوع پیدا کنه. همونجوری که شما نمیتونی کارخونه های ایران رو ببندی، کارخونه هایی که آلاینده هستن، کارخونه هایی که جان مردم رو دارن تهدید میکنن، اما از اون ور دارن کمک میکنن که این چرخ این اقتصاد با هر بدبختی که هست بچرخه.
ما اون رو باید در سطح عالی مدیریت بکنیم. ایران میتواند با آب کمتر محصولات استراتژیک بیشتری تولید بکنه، با زمین کمتر، با کشاورز کمتر، به شرطی که بتواند اینها رو در بخش دیگه دستشون رو بند کنه. اما اون شرایط براش مهیا نیست. مردم هم اعتمادی به این وضعیت به مسئولانشون ندارن، پس همراهی نمیکنن. اگر خیلی وقتمون کم، من مایلم حتما این سال آخرم ازتون بپرسم، این خشکسالی بسیار طولانی شده، میگن در بیشتر از نیم قرن اخیر کم سابقه است. آیا ممکنه که ترسالی برگرده؟ کوتاه لطفا. من 7 سال پیشم که در ایران بودم، اون سال میگفتن خشکترین سال 50 سال اخیره. ما این عبارت ها رو میتونیم تکرار بکنیم. ما به یک وضعیتی رسیدیم گفتیم ورشکستگی، حالا اونا بهش میگن ناترازی، اسم هنری همون وضعیت تلخ ورشکستگی است. مسئله این است که مصرف ما همچنان بالا میرود، موجودی ما به خاطر تغییرات اقلیمی، به خاطر تغییرات محلی کمتر و کمتر شده. این اختلاف حل شدنی نیست. ممکن است ما بعد از عید حتی بارندگی های فراوان داشته باشیم، وضعیت سدهامون بهتر بشه، سال بعد سال تر باشه، 2 سال بعد 2 سال تر باشه، اما این وضعیت برطرف نمیشه. یک تاجر ورشکسته یا میتونه هی به همه وعده بده که این وضعیت به زودی بهتر میشه، به من وام بیشتر بدیم، من جنسامو میفروشم، مشکل رو حل میکنم، یا باید بره مدل کسب و کارش رو عوض کنه. ما دچار ورشکستگی هستیم و به تغییر مدل کسب و کار نیاز داریم. ممنونم از شما مدنی، کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل از تورنتو کانادا بود.